دیگه غذای تکراری درست نکن. یه ترکیب جادویی بادمجون با رب انار، نه گوشت میخواد نه مواد زیادی که هزینه کنی. طعمش خیلی عالیه، به سرپور اقتصادیه. هرچی از خوشمزگیش بگم کم گفتم. اگه میخوای این غذای خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. بریم با هم دیگه این غذای فوق‌العاده خوشمزه و آسون رو درست کنیم. من از 3 تا بادمجون استفاده کردم. شما میتونید به تعداد نفرات اضافه کنید و بادمجونا رو خرد کنید و اجازه بدید نیم ساعت با آب و نمک تلخیشون بره. من از 1 عدد پیاز استفاده کردم، ریز خرد میکنم. شما میتونید 2 عدد پیاز متوسط یا 1 پیاز بزرگ رو هم استفاده کنید. دوستان خوبم، شما میتونید از گوجه‌های ریز استفاده کنید، هم از 2 تا گوجه درشت که اونا رو ریز خرد کنید و تو غذا استفاده کنید. من اینجا از گوجه‌های گیلاسی 10 تا استفاده کردم. دیگه بستگی به خودتون داره که مقدار گوجه رو چقدر اضافه کنید. 2 تا 3 عدد کافیه. 50 تا 100 گرم گردو داریم که اونا رو خیلی ریز خرد میکنیم. دندونی، در حدی که دندونی باشه کافیه. زیاد خرد نکنید که پودر بشه یا اینکه زیاد درشت نباشه. در حدی که زیر دندون بیاد کافیه تا هنگام پختن روغنش رو بتونه پس بده. دوستان شما میتونید حتی گردو هم اضافه نکنید، دیگه اینجا سلیقه‌ایه، ولی اگه باشه خیلی خوشمزه میشه. حالا میریم پیازامون رو سرخ میکنیم. با مقداری روغن توی تابه اجازه میدیم که پیازا کاملا تفت بخوره و یکم سبک و طلایی بشه. 2 قاشق غذاخوری رب انار، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه، 1 قاشق غذاخوری نعنا خشک، اگه نداشتید میتونید مرزه استفاده کنید، 1 قاشق چایخوری تخم گشنیز و 2 لیوان آب. همه مواد رو یک دست میکنید. دوستان این غذا فوق‌العاده خوشمزه است. هرچی از خوشمزگیش بگم کم گفتم. کافیه که شما یک بار درستش کنید. حتی میتونید برای مهمونیاتون با یک کم تغییرات، اگه دوست داشتید برای مهمون درست کنید، میتونید حتی گوشت قلقلی رو سرخ کنید و اضافه کنید به این غذا. فوق‌العاده خوشمزه میشه. مطمئنم که جزء برنامه غذایی هفتگیتون میشه. کافیه یک بار امتحانش کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. مواد رو که ترکیب کردیم گردو رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که پیازمون سرخ بشه و به پیازمون اضافه میکنیم. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم برای حمایت از کانال لایک کنید. دوستان وقت زیادی از شما نمیگیره ولی میتونه کمک بزرگی برای حمایت از کانال باشه. بعد از اینکه پیازمون یکم سبک و طلایی شد، من زردچوبه 1 قاشق چایخوری و فلفل قرمز هم 1 قاشق چایخوری به این پیازمون اضافه میکنم و اجازه میدم که عطر ادویه‌ها آزاد بشه و بعد از اون سس رو که درست کردیم اضافه میکنیم به پیاز. دوستان این ترکیب یعنی ترکیب رب انار همراه با بادمجون یه غذای خوشمزه‌ای رو براتون خلق میکنه که من تعریف نمی‌کنم، چون کافی خودتون یک بار امتحانش کنید و نظرات قشنگتون رو هم توی کامنت ها برام بگید. من سس رو به پیاز اضافه میکنم. اجازه میدم نیم ساعت با شعله خیلی کم جا بیفته و سسمون یکم غلیظ بشه و روغن گردوهامون بیرون بیاد. نمک رو اضافه میکنم و اجازه میدم سسمون جا بیفته. توی فاصله که سسمون داره جا میفته بادمجونا رو که تلخیشون رو گرفتیم همراه با مقدار خیلی کمی روغن سرخ میکنیم و اجازه میدیم که بادمجونامون یکم نرم بشه. یه همه کوچولو میزنیم که سسمون ته نگیره و اجازه میدیم که سسمون به غلظت خودش برسه. سیر به دلخواه شما میتونید اضافه کنید، خوشمزه میشه. اضافه هم نکنید مشکلی پیش نمیاد. 2 عدد سیر رو توی بادمجون من رنده میکنم، همراه با بادمجون یه تفت کوچولو میدم که عطر سیر به طعم بادمجون اضافه بشه. برام جالبه که این ویدیو رو دارید از کدوم شهر یا کشور تماشا میکنید. توی کامنت ها دوستای خوبم بگید، نظرات شما برای ما ارزشمنده. بعد از اینکه یکم سیر با بادمجون تفت خورد، گوجه‌های خرد شده‌مون رو اضافه می‌کنیم. من از گوجه‌های گیلاسی استفاده کردم. شما میتونید 2 عدد گوجه رو ریز خرد کنید و به بادمجون اضافه کنید و اجازه بدید یه تفت مختصری بخوره.
دوستان یه نکته‌ای که فراموش کردم خدمتتون بگم اینه که شما اگه از رب انار ترش استفاده کردید یه قاشق چای خوری شکر رو میتونید اضافه کنید. من اینجا از رب انار ملس استفاده کردم. اگه میخواید طعم ملسی داشته باشه شکر رو اضافه کنید یه قاشق چای خوری. دلخواهه، اگه هم دوست نداشتید میتونید اضافه نکنید. دوستان گوجه لازم نیست که زیاد تفت بخوره، در حد 2-3 دقیقه کافیه که با بادمجون یه تفت کوچولو بخوره و بعد به سسمون اضافه کنید. پخت نهاییش رو همراه با سس انجام میده که زیاد گوجه‌مون له نشه. سسمون جا افتاده، گردوها روغنشون رو پس دادم و حالا گوجه و بادمجون رو اضافه میکنیم. نیم ساعت دیگه اجازه میدیم که مزه ها به خورده هم دیگه برن. من سس رو همراه با 2 لیوان آب مخلوط کردم. دیگه لازم ندیدم آب اضافه کنم. اگه شما دوست داشتید غذاتون یکم آبدار باشه میتونید نصف لیوان آب جوش اضافه کنید و اجازه بدید غذاتون جا بیفته. این هم از غذای خوشمزه ما. حالا نوبت شماست که امتحانش کنید و نظرهای قشنگتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. به به، هم رنگ و لعابش خوش رنگه، هم طعم و مزه‌اش بی نهایت دوستان خوشمزه است. پیشنهاد میکنم که دستورایی که توی کانال میذارم رو یک بار امتحان کنید. من این دستورا رو از قبل تست میگیرم و بعد ویدیوشون رو براتون آماده میکنم. از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. اگه ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید. کانال منم سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از آموزش‌های بعدی جا نمونید. این تراوت و تازگی این ریحون زیبایی که کاشتم رو تقدیم به نگاه قشنگتون میکنم. تا یه آموزش دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.